بازار اختیار معامله 4 تا نمودار سود و زیان اصلی داره که اگه به اونها مسلط نباشیم محاله بتونیم تو این بازار موفق باشیم. چون این 4 تا نمودار در واقع الفبای زبان آپشن و پایه تمام استراتژی‌های حرفه‌ای هستند. تو این بخش می‌خوایم این نمودارها رو خیلی ساده، بصری و مفهومی با هم بررسی کنیم. به نام خدا، سلام. همونطور که تو قسمت‌های اول دوره با هم یاد گرفتیم، در بازار آپشن ما 4 تا جایگاه یا پوزیشن پایه‌ای داریم. ما میتونیم خریدار اختیار خرید یا کال باشیم یا در نقش فروشنده اون ظاهر بشیم. از طرفی میتونیم خریدار اختیار فروش یا پوت باشیم یا فروشنده اون باشیم. پس دقیقاً 4 پوزیشن وجود داره که بسته به تحلیل ما از روند بازار و البته استراتژی معاملاتی ما میتونیم از هر کدومشون استفاده کنیم. امروز میخوایم نمودار سود و زیان تک تک این 4 حالت رو با هم روی تصویر ببینیم و منطق پنهانی که پشت هر کدومش هست رو درک کنیم. بریم سراغ اسلایدها. برای اینکه ما بتونیم نمودارهای سود و زیان رو ببینیم، اول از همه نمودار سود و زیان دارایی پایه رو اگه بدونیم خیلی به ما کمک میکنه. همونطور که آشنا هستیم، نمودار سود و زیان دارایی پایه یا سهام به صورت یک خط مورب هست که قسمت زیان و قسمت سودش کاملا شیب یکسانی داره و تفاوتی نمیکنه. قیمت هرچی بالا بره، نمودار افقی قیمت دیگه، هرچی بالا بره ما سود میکنیم، به همون میزان هرچی قیمت پایین بیاد ما وارد زیان میشیم و این دقیقاً برابر قسمت سود و زیان. نقطه سر به سر ما یعنی جایی که زیان ما تبدیل به سود میشه یا سود ما تبدیل به زیان میشه، همون قیمت اولیه‌ایه که ما خریداری کردیم. یعنی قیمت خرید ما همون نقطه سر به سره که البته یه سری کمیسیون و مالیات هم طبیعتاً داره که باید به اون نقطه سر به سر اضافه بشه. حالا بریم ویژگی های نمودار سود و زیان دارایی پایه رو ببینیم. وقتی ما مثلا یه سهامی رو میخریم چه ویژگی هایی داره؟ ما سهام رو میخریم که رشد کنه و سود کنیم. پس دیدگاه ما دیدگاه صعودیه. ما نسبت به اون دارایی دیدگاه صعودی داریم که خریدارش میکنیم. طبیعتا ما از ریزش دارایی پایه نمیتونیم سود کنیم. پس دیدگاه ما حتما صعودیه. عامل زمان و سادگی هم یکی دیگه از ویژگیاشه. این استراتژی هیچ تاریخ انقضایی نداره. ما میتونیم سهم رو تا ابد نگه داریم تا وقتی که شرکت زنده است و کار میکنه ما میتونیم سهم رو نگه داریم. پس محدودیت زمان هم نداره. ما از مزایای سهامداری هم میتونیم منتفع بشیم. مثلا سود نقدی سالانه دریافت کنیم یا توی مجمع شرکت کنیم، حق رأی داشته باشیم و این ویژگی هایی هست که داره. چه مزایایی شامل ما میشه؟ میتونه سود نامحدودی به ما بده. هر چقدر سهام رشد کنه ما سود میکنیم. پس سود نامحدود میتونیم داشته باشیم و سقف سودی برای ما وجود نداره. خرید و فروشش خیلی راحته، هیچ سختی نداره. نسبت به آپشن خیلی ساده تره. میتونیم به سادگی خرید کنیم. پیچیدگی ریاضی خاصی نداره. پارامترهای یونانی نیاز نیست بلد باشیم. یه سری مسائل ابتدایی بلد باشیم میتونیم ما وارد خرید و فروش سهام بورسی یا کریپتو بشیم. و دریافت سود و نقدی حق رأی هم که از همون مزایای سهامداری هستش که بهش اشاره کردیم. چه معایبی داره؟ ریسک ریزش قیمت دارایی پایه داره، یعنی هر چقدر سهم بریزه ما هم ضرر میکنیم. هیچ سپر محافظتی در برابر ریزش ما اینجا نداریم. خواب سرمایه داریم. ما وقتی که خریداری میکنیم دارایی پایه رو دیگه نمیدونیم چه زمانی رشد میکنه. ممکنه که مدت‌ها صبر کنیم تا این دارایی بخواد رشد کنه و از طرفی هم ما باید کل سرمایه‌ای که میخوایم خرید کنیم رو وارد کنیم. باید کلش رو خرید کنیم. مثلا اگر که میخوایم 100 میلیون یا 10 میلیون خرید کنیم همه رو باید خرید کنیم. مثل آپشن نیست که بتونیم یا با بخشی از دارایی اولیه و سرمایه اولیه وارد اون معامله بشیم.
و این اهرمی هم به ما نمیده برای اینکه بتونیم مثلا با یه اهرم 2 بتونیم سود کنیم. اگه میخوایم اهرمی رو داشته باشیم باید بریم اعتبار بگیریم و به وسیله اون اعتباری که گرفتیم اهرم مالی خودمون رو بتونیم افزایش بدیم. طبیعتاً اگه شرکت ریسکی هم داشته باشه ما تحت تأثیر قرار میگیریم از اون ریسک های شرکت و اگه شرکت منحل بشه ممکنه 100% سرمایه ما نابود بشه. حالا بریم سراغ نمودار سود و زیان خرید کال آپشن یا خرید اختیار خرید. محور افقی سود و زیان، محور افقی قیمت دارایی پای در سر رسیده. این رو باید بهش توجه داشته باشیم. همینطور که میبینیم این نمودار خرید کال آپشنه و قیمت سر به سر اینجا مشخص شده، جایی که ضرر ما تبدیل به سود میشه و قیمت اعمال هم یا استرایک پرایس مشخص هستش. قیمت سر به سر میشه اون استرایک پرایسی که اینجا وجود داره به اضافه پرمیومی که ما پرداخت کردیم. طبیعتا پرمیوم به این اندازه است دیگه، به این ارتفاع قسمت قرمز رنگ ما پرمیوم پرداخت کردیم به فروشنده کال آپشن و وارد این معامله شدیم. پرمیوم رو وقتی با قیمت اعمال جمع کنیم به نقطه سر به سر میرسیم. ببینیم چه ویژگی هایی خرید کال آپشن، خرید اختیار خرید یا لانگ کال آپشن داره. دیدگاه صعودی پرهیجان داریم. ما چه وقتی میایم یک کال خالی میخریم؟ وقتی که دیدگاهمون صعودی پرهیجان. خب دیدگاه صعودی پرهیجان چه خاصیتی برای ما داره؟ پتانسیل سود نامحدود داره. میتونیم ما خیلی سود کنیم، میتونیم سود زیادی و از این قرارداد داشته باشیم. حالا این سودی که به ما میده طبیعتاً یه عیبی هم ایجاد میکنه دیگه. نسبت به وقتی که دارایی پایه رو خریداری میکنیم نقطه سر به سر ما بالاتر میره. ویژگی دوم مدیریت سرمایه یا اهرم استش که این یکی از ویژگی های خیلی مهم بازار آپشنه. مزیت بزرگش اینه که ریسک ما رو کاملا روی یه عدد مشخصی قفل میکنه، یعنی همون پرمیومه. ما ریسکمون فقط به اندازه پرمیوم پرداختی، بیشتر از اون ضرر نمیکنیم. پس ریسک ما کاملا محدود به پرمیوم پرداختی هستش و احتمال نابودی 100% سرمایه درگیری یا پرمیوم هم پس وجود داره. اگه ما با کل سرمایه‌مون اومده باشیم احتمال داره کل سرمایه‌مون از بین بره. اون سرمایه‌ای که درگیر کردیم در هر حال ممکنه که از بین بره و احتمالش هم کم نیستش. مورد بعدی برخلاف سهام ما اینجا عامل زمان رو داریم، سررسید رو داریم و این عامل زمان باعث میشه که ما بازدهی های رویایی رو بتونیم توی چند روز داشته باشیم و همونطور که توی ویدیو قبلی گفتیم تتا رو داریم که هر روز از ارزش قرارداد ما داره کم میکنه. این زمان به ما کمک میکنه بازدهی بالایی داشته باشیم تو زمان کم. از طرفی فرسایش زمانی رو داریم که اون تتا میاد از ما ارزش قرارداد رو کم میکنه. حالا بریم سراغ نمودار بعدی، نمودار سود و زیان فروش کال آپشن. فروش کال آپشن برعکس خرید کال آپشن هستش دیگه. قبلا گفته بودیم که معاملات آپشن جمع صفر هستن، یعنی جمع پول خریدار و فروشنده صفر میشه. پس این رو اگه بخوایم تو نمودارم داشته باشیم و درکش کنیم یعنی چی؟ یعنی این که نمودار قبلی که داشتیم خرید کال آپشن دقیقاً برعکس این نموداره، یا این نمودار برعکس نمودار قبلیه. نمودار قبلیه که یادمونه دیگه، همین نموداری که الان داره چشمک میزنه این نمودار قبلیه. همونطور که میبینیم دقیقاً این نمودار برعکس اون یکی. اگر ما این دوتا رو با هم جمع کنیم میفته دقیقاً روی خط صفر سود و زیان. پس دقیقاً برعکس نمودار قبلی هستش. تفاوت اصلی این پوزیشن اینه که فروشنده میاد یه وجه نقد یا پرمیوم در ابتدا از خریدار دریافت میکنه تا زمانی که قیمت دارایی پایه زیر قیمت اعمال بمونه، یعنی اینجاها قرارداد یعنی OTM باشه،
خریدار اون رو اعمال نمیکنه و تمام پرمیوم دریافتی به عنوان سود خالص توی جیب فروشنده باقی میمونه. کی خریدار میاد اینو اعمال میکنه؟ وقتی ما توی ITM باشیم دیگه، یعنی اینکه قیمت دارایی پایه بیشتر از قیمت اعمال باشه، خریدار بتونه سهم رو با قیمت کمتری بخره و توی سررسید با قیمت بالاتر توی بازار بفروشه. اینجا محدوده ITM. پس تا وقتی که ما توی OTM هستیم فروشنده سود میکنه. حالا وقتی از این قیمت اعمال عبور میکنیم قرارداد ITM میشه و سود فروشنده شروع به کاهش میکنه و اگر قیمت اونقدر رشد کنه که از نقطه سر به سر هم رد بشه، تو این حالت دیگه فروشنده وارد ضرر میشه و این ضرر هم میتونه نامحدود باشه و فروشنده ملزمه که توی سررسید دارایی پایه رو به خریدار تحویل بده. این محدوده ما قبلا توی بخش‌های قبلی صحبت کردیم دیگه. اگه قیمت سهم تو سررسید توی این ناحیه باشه قرارداد ITM. تو این حالت خریدار حتما قرارداد رو اعمال میکنه، چون بخشی از اون پرمیومی که داده رو میتونه اینطوری زنده کنه. تو این حالت فروشنده بازم توی سوده، ولی خب یکم کمتر دیگه نسبت به این قسمت ابتدایی، ولی اینجا خریدار میاد اعمال میکنه. ببینیم ویژگی ها، مزایا و معایب چیه. فروش کال آپشن، فروش اختیار خرید یا شورت کال آپشن. تو ردیف اول ما یه مزیت خیلی جالب داریم، دیدگاه خنثی تا نزولی. ما به عنوان فروشنده اگه سهم حتی درجا بزنه هیچ رشدی نکنه بازم میتونیم سود کنیم. خریدار اینطوری ناامید میشه، قراردادش باطل میشه. پس ما میتونیم کسب سود داشته باشیم توی بازار راکد و بدون نوسان. ولی عیبش چیه؟ اینه که سود کاملا محدوده، سقف سود داریم که به اندازه همون پرمیوم هستش. مورد بعدی اینه که ما عامل زمان هم داریم دیگه. تو تمام قراردادهای آپشن ما عامل زمان رو داریم. برای فروشنده، اگه من فروشنده هستم، زمان بهترین دوست منه. زمان به ضرر خریدار و به سود فروشنده هستش. هر روزی که میگذره تتا از ارزش قرارداد خریدار کم میکنه و به جیب فروشنده که من باشم میریزه. ولی اگه ما این قرارداد رو بدون داشتن سهم پایه به صورت خالی فروشی انجام بدیم و مثلا اگه یه خبر فوق‌العاده برای شرکت بیاد و سهم رشد کنه، اونجاست که خط قرمز به ما ضرر نامحدود رو داره نشون میده که هیچ پایانی هم نداره و ما اینجا هی باید وجه تضمین اضافه کنیم اگر که سهم رو نداشته باشیم و این خیلی بده و ریسک خیلی بزرگی برای فروشنده اختیار خرید میتونه داشته باشه. بریم سراغ نمودار بعدی، نمودار سود و زیان خرید پوت آپشن. خریدار پوت آپشن میتونه یه دارایی رو در آینده به قیمت اعمال بفروشه. پس اگه قیمت دارایی پایه پایین بیاد به سمت چپ، بعدا میتونه اون رو به قیمت اعمال که بالاتر هستش بفروشه. پس داره قیمتی که ارزونتره رو تو بازار ارزونتره داره با قیمت بالاتری میفروشه. طبیعتا وقتی قیمت تو سررسید در بازه بین سربسری و قیمت اعمال باشه، خریدار برای جبران بخشی از اون پرمیومی که در ابتدا به فروشنده داده میاد قرارداد رو اعمال میکنه. تو نمودارهای قبلی هم اینو صحبت کرده بودیم. ولی قیمت هرچی بیشتر از قیمت اعمال بره، خریدار دیگه اعمال نمیکنه، چون قرارداد اینجا دیگه OTM. این محدوده OTM و این قسمت محدوده ITM هستش. این نمودار دقیقاً قرینه آینه‌ای نسبت به نمودار خریدار کال آپشنه، چون توی پوت آپشن جهت سودآوری ما کاملا برعکس کال آپشنه. یعنی اینکه به جای اینکه صعود کنه قیمت سهم و ما صعود کنیم، اینجا قیمت سهم وقتی ریزش میکنه ما سود میبریم. به عنوان خریدار پوت آپشن وقتی قیمت ریزش داشته باشه ما سود میکنیم. نمودار کال آپشن رو ببینیم تا قشنگ اینو متوجه بشیم. قسمتی که داره چشمک میزنه نمودار خرید کال آپشنه و دقیقاً آینه‌ای اگر که ما اینو برگردونیم میبینیم که نمودار پوت آپشن هستش و دقیقاً قرینه این نمودار هستش. خب بریم ویژگی ها، مزایا و معایبش رو ببینیم. خرید پوت آپشن، خرید اختیار فروش یا لانگ پوت آپشن. تو این حالت ما دیدگاه نزولی پرهیجان
و به شدت نزولی داریم. تحلیل ما اینه که قیمت سهم به زودی با سرعت و شدت افت میکنه، پس ما میتونیم از این ریزش بازار، سقوط بازار سود کسب کنیم، ولی معایبش اینه که ما باید بیشتر از نقطه سر به سر ریزش سهم رو داشته باشیم، چون یه پرمیومی دادیم که اون سر به سر ما رو آورده پایینتر، دورتر و ما دیرتر وارد سود میشیم. یه نکته‌ای که اینجا باید اشاره کرد اینه که سود پوت آپشن نامحدود نیست برعکس کال آپشن، چون که قیمت سهم طبیعتا نمیتونه صفر بشه، ولی خب سودش بسیار بزرگه دیگه. کال آپشن قیمت سهم هر قیمتی میتونه بره، ولی پوت آپشن صفر که نمیتونه بشه، پس یه سقفی داره. گرچه اینا تئوریه دیگه، کم پیش میاد به چنین قیمت های سهم ها برسن، ولی خب از لحاظ ریاضی این رو باید بدونیم. و ردیف های دوم و سوم دقیقاً مشابه کال آپشنه، چون ذات خرید آپشن چه کال چه پوت از نظر اهرم، پرداخت پرمیوم، فرسایش زمانی، اینا کاملا یکسانه و تفاوتی نمیکنه. خب بریم سراغ نمودار سود و زیان فروش پوت آپشن. نقطه سر به سر قیمت اعمال، نقطه سر به سر میشه استرایک پرایس منهای پرمیوم، استرایک پرایس منهای پرمیومی که ما پرداخت کردیم که به اندازه این ارتفاعی که اینجا وجود داره، وقتی کمش کنیم ما میرسیم به قیمت سر به سری. اینجا هم فروشنده میاد یک سود ثابتی رو دریافت میکنه، پرمیوم رو دریافت میکنه و هرچی قیمت دارای پایه رشد کنه فروشنده در سود هستش و هرچی قیمت دارای پایه بریزه، یعنی این که مطابق خواست خریدار پوت آپشن باشه، فروشنده اینجا وارد ضرر میشه. این نمودار هم دقیقاً برعکس نمودار خرید پوت آپشن هستش که اینجا مشخصه. وقتی ما این دوتا رو جمع کنیم جمع صفر هم هستن، دقیقاً این خط نارنجی رنگ افقی خواهد بود. بریم حالا ویژگی هم ببینیم. فروش پوت آپشن، فروش اختیار فروش، شورت پوت آپشن. فروشنده پوت آپشن چه دیدگاهی داره؟ دیدگاه صعودی یا خنثی رو داره. وقتی دیدگاه صعودی یا خنثی داره میتونه فروش پوت آپشن رو انجام بده. پس ما میتونیم تو بازار صعودی یا راکت یک کسب سودی داشته باشیم، ولی صعود پر هیجان طبیعتا نباید باشه دیگه، چون سود ما کاملا ثابته، سود ما محدوده، محدود به پرمیوم هستش و این عیب فروش پوت آپشن هستش. مشابه قبل طبیعتا ما وجه نقد یا پرمیوم رو در ابتدا دریافت میکنیم، ولی ریسک بسیار بالایی رو میپذیریم که اگر قیمت دارای پایه بریزه ما باید هی وجه تضمین اضافه کنیم اگر که خالی فروشی کرده باشیم و این میتونه ریسک بزرگی برای ما داشته باشه. اینجا هم ریسک فروش پوت آپشن نامحدود مطلق نیستش، یعنی اینکه چون اینجا قیمت سهم نهایتا میتونه صفر بشه، برای همین اینجا ما ننوشتیم ریسک نامحدود، نوشتیم ریسک بسیار بالا. و مورد آخرم که زمان دیگه مشابه قبلی ما از افت تتا به عنوان فروشنده سود میبریم. اگر که سهم دارای پایه مثلا بسته شده باشه و بخواد با گپ منفی بالایی باز بشه، ما اینجا استرس و خطر بالایی رو متحمل خواهیم شد. حالا بخوایم جمع‌بندی کنیم هر 4 نمودار رو. این 4 نمودار رو ما باید خیلی خوب مسلط بشیم برای اینکه میخوایم وارد استراتژی بشیم و اینها رو باید تصویر سازی کنیم. اینا رو باید تو ذهنمون تصور کنیم. اول بفهمیمش، بعد اینو تصور کنیم، حفظش باشیم کاملا که هر کدوم از این 4 تا چه شکلی دقیقاً داره. ما اینا رو باید خیلی خوب بتونیم با هم ترکیب کنیم. لانگ کال آپشن رو میبینیم، شورت کال آپشن رو میبینیم که دقیقاً جمع صفر بالاییه. لانگ پوت آپشن رو میبینیم که قرینه آینه‌ای لانگ کال آپشنه. شورت پوت آپشن رو میبینیم که این هم جمع صفر نمودار لانگ پوت آپشن هستش. بخوایم محدوده های OTM و ITM رو هم ببینیم، اینجا کاملا مشخصه. وقتی که S یا همون قیمت دارای پایه یا استاک پرایس یا اسپات پرایس رو با نماد S نمایش میدیم
و کا قیمت استرایک یا اعمال هستش. وقتی که قیمت دارایی پایه بیشتر از قیمت اعمال باشه، قرارداد کال آپشن ITM دیگه، فرقی نمیکنه خریدار باشیم یا فروشنده، سایدش فرقی نمیکنه. پس اینجا هم OTM و ITM هستش. ولی توی پوت آپشن ITM وقتیه که قیمت دارایی پایه کمتر از قیمت اعمال باشه، اینجا میشه ITM و OTM مابقی نمودار هستش. توی شورت پوت آپشن هم دقیقا همینه، هیچ تفاوتی نمیکنه. این عکسی که الان اینجا میبینیم عکس خیلی مهمیه، اینو ما باید تو ذهنمون کاملا مسلط باشیم و اینو تصویر سازی کنیم. در ادامه توی استراتژی این خیلی به ما میتونه کمک کنه. پس این رو کاملا باید مسلط باشیم. سعی کردیم چیزایی که مهمه رو تو این ویدیو بگیم. یه قسمت دیگه باقی مونده، سایت کافه اینوست بالاخره خب راه افتاد. توی سایت کافه اینوست یه قسمت نمودار آپشن داریم، قسمت اختیار معامله هم داریم که یه سری ابزارا میده، به مرور داره کامل میشه. قسمت نمودار آپشن رو شما میتونید بیایید سهم‌های مختلف و مثل سایت‌های دیگه‌ای که وجود داره، خود کارگزاری هم اینو داره، سایت‌های دیگه‌ای هم هستن که ما قبلا هم باهاشون کار کرده بودیم، ولی این سایت هم هستش. ما سعی میکنیم در حین آموزش‌ها، مطابق آموزش‌ها این سایت رو توسعه بدیم و امکانات رو بهش اضافه کنیم. یه سری بریم سایت هم ببینیم. تو این سایت که امکانات مختلفی داره و به مرور داره توسعه پیدا میکنه، نمودار آپشن وجود داره، قسمت اختیار معامله هم هست که حالا اینا رو بعداً در موردش صحبت میکنیم. قسمت نمودار آپشن رو میتونیم هر چیزی که هر سهمی که میخوایم رو بیایم اضافه کنیم. زهرم مثلا 50 33. وقتی اینو اضافه کنیم قیمت رو میخونه، قیمت فعلیش هم خونده و اینجا ما میتونیم سهم رو مشاهده بکنیم، قیمت های مختلفی که داره. دقیقاً اینجا قیمت سر به سری محاسبه شده، قیمت استرایک پرایس هم که اینجا 4600 مشخصه. همین بالا اگه خواستیم اینا رو میتونیم خودمون دستی تغییر بدیم، اگه خواستیم میتونیم فروشش رو ببینیم، با اینا کار کنید، خیلی کمک میکنه. استراتژی هم بعداً با این میتونیم کار کنیم. اگه بخوایم فروشندش باشیم قشنگ اینا مشخصه. زوم نمودار هم میتونیم از این قسمت ها تغییر بدیم و از این نمودار میتونیم استفاده کنیم. تو بخش های بعدی میخوایم خیلی امکانات جذابی از سایت رونمایی کنیم به مرور. تو بخش آموزش هم دوره اختیار معامله رو ما اینجا قرار دادیم، قسمت های مختلفش وجود داره. سعی میکنیم کویز ها رو هم بیایم اینجا توی سایت اضافه کنیم. برای هر بخشی که منتشر میشه یه پستی رو بذاریم، مثلا نمودارهای امروز رو ما توی سایت هم داشته باشیم که قابل استفاده باشه. نظراتتون رو در مورد سایت، در مورد امکاناتی که نیازه، اگه باگی وجود داشت حتما به ما منتقل کنید. میتونید از قسمت ارتباط با پشتیبانی تلگرام مشکلات رو به ما منتقل کنید. امروز با نمودارهای پایه‌ای آپشن آشنا شدیم. از الان به بعد هر وقت اسم یک پوزیشن میاد ما باید بتونیم خیلی سریع شکل هندسی سود و زیانمون رو تو ذهنمون تصور کنیم و دلیل اون شکل رو هم باید بدونیم. یعنی دقیقاً بدونیم کجای نمودار ریسک ما قفل شده، کجا سودمون بی‌نهایت. شاید الان خیلیاتون هیجان زده باشید که سریع بریم سراغ استراتژی ها و ترکیب کردن این نمودارها تا پول در بیاریم. اما باید دست نگه داریم. بازار آپشن یه شمشیر دولبه به شدت برنده به اسم اهرم یا لورج داره. اگه بدون درک درست از عملکرد اهرم و مدیریت ریسک وارد استراتژی ها بشیم، این بازار میتونه توی یه چشم به هم زدن کل سرمایه‌مون رو نابود کنه. طبیعتا ما تو این دوره نمیخوایم که فقط تئوری یاد بگیریم، میخوایم یاد بگیریم چطوری تو این بازار زنده بمونیم.
پس تو قسمت بعدی قبل از اینکه بخوایم ابزار فوق‌العاده استراتژی‌ها رو استفاده کنیم، می‌خوایم یکی از مهمترین درس‌های دوره که در مورد مدیریت ریسک و مفهوم اهرم هستش رو با هم یاد بگیریم. این به ما کمک میکنه که ما یه پس‌زمینه خوبی داشته باشیم تا بتونیم با ذهن بهتری وارد استراتژی بشیم. بخش بعدی برای حفظ سرمایه ما و جلوگیری از ضرر خیلی مهمه، پس به هیچ وجه از دستش ندید. موفق و پرسود باشید. اگه سوالی در مورد این نمودارها دارید حتما تو کامنت ها بپرسید و اگه ویدیو براتون مفید بود اون رو برای دوستاتون ارسال کنید. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.